اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به ادعای مأمور استخباراتی به نام حسن عباس گفت که امارت اسلامی داستان و تاریخ پر افتخار در پیروزی، حفظ و نگهداری استقلال دارد. دکتر افغان عبدالغفار غیور که از کشور ترکیه بازگشته است، جراحی رایگان بیماران مبتلا به شگاف لب و کام را در شفاخانه بین‌المللی موهمند قندهار آغاز کرد. شاروالی کابل میگوید در منطقه بختیاران کار ساخت سرک‌های فرعی در حال تکمیل شدن است. قماندانی امنیه کابل میگوید پلیس شجاع حوزه دهم شهر کابل در نتیجه یک سلسله عملیات یک موتر مسروقه و 2 نفر را در پیوند به آن بازداشت کردند. موتر مذکور که سارقین آن را در یک منزل در ناحیه دهم شهر کابل پنهان کرده بود، توسط نیروهای امنیتی کشف و در پیوند به آن 2 نفر دستگیر شدند. جمعیت هلال احمر افغانی میگوید که در مدت 2 روز گذشته 45 کودک مبتلا به بیماری قلبی را برای عملیات و تداوی به 3 شفاخانه قلبی در کابل معرفی نموده است. این نهاد طی 9 ماه 1024 کودک مبتلا به بیماری قلبی را به شفاخانه های مختلف معرفی نموده است. محمد نبی بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که پس از ادای حج عمره به کشور باز خواهد گشت و در مورد ساخت شفاخانه برای تداوی امراض سرطانی با مسئولین وزارت صحت عامه گفتگو خواهد نمود. ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور فراهم نمودن تسهیلات به گردشگران در بند قرغه از این بند و برخی مناطق سیاحتی دیگر بازدید نمود.